آقا این افغانیه اسمش محیطه. مساحت بود با محیط. این اسمش محیطه. الو. سلام آقا محیط. سلام خسته خوب هستی؟ خسته نباشی. ببخشید من بعد موقع مزاحمت شدم. قربان شما. قربونت برم. من یه خورده کار داشتم نتونستم همون ساعت 8 با تماس بگیرم. مجبور شدم الان بهت زنگ بزنم. چی کاری بود؟ من حقیقت نوه اوسمتی ام آقا محیط. چی؟ نوه اوسمتی. میدان افراسیابی؟ نه میدان افراسیابی نه، میدان فرسیابی. میدان افراسیابی؟ آره. خب اونجا من یه کار داشتم، میتونی بیای برام انجام بدی؟ چی کاری بود؟ چاه باید بکنی آقا محیط. شماره من رشی گرفتین شما؟ من حقیقت از آقای مساحت. آقا محیط از چیز آقای مضاعف. از آقای کی؟ مضاعف. مرزا؟ بعد ببینم ستار سورته رو میشناسی؟ سورته؟ نه والا. بابا ستار سورته بخواه شمارت همون به معرفی کرد، گفت آقا محیطه خوبه کارش و اینا، طول عرض و اینا رو همه رو دیگه میگیره. نه والا من چاکن والا نه چاکن من. خب نه بنایی چیه؟ ساختمون نیمه کارم داره بابا تو نیاوران. میخواستم ببینم که آقا محیطونم میتونی برام انجام بدی؟ ساختمان دیگه الان فعلا خواهم سر کارم. مثلا منم دیگه کارگر ساده اما شما دیگه. خب الان چقدر پول داری ماهی میگیری محیط؟ 1400 1500. خب مثلا ما بخوایم میدونی ازت خیلی تعریف کرده بود ستار. من یعنی بابام مثلا مسئله نی ماهی 2 تومن 3 تومن هم بهت میده، مشکل نداره. یعنی اگه بده اون کارو کنسل نمیکنی محیط جان؟ کار چانی بناییه، یه خونه است تو نیاوران. مثلا چی کارش مونده؟ نگهبان؟ بناییه دیگه، نه دمونه نگهبان، بالاخره تو محیطی دیگه. بناییه، نگهبان، همه کاری هست. ماهی مثلا 3 تومن هم بهت میده محیط جان. میشه یعنی روزی 100,000 تومن بهت میده شب به شب. اینجوری حساب کن دیگه محیط. تو نیاوران سمت چیز میشه؟ سمت سراب باقرآباد. درسته. حالا من سر کارم این نفری ردشونم نمیشه. خب الان هیچ جوره نمیشه حاجیه رو کنسل کنی محیط؟ جان؟ محیط فامیلیت چیه؟ محیط تاجیک. من که فعلا خودم والا سر کارم با گشکار کار میکنم. خب ما اینجا هم گچکارم داریم محیط جان. اگر شما بتونی کار گچکاری هم بکنی، بنایی هم انجام بدی، بعد چه میدونم نگهبانم باشی، مثلا ماهی 4 تومن بهت میدیم، چون داری 3 تا کارو با هم انجام میدی دیگه. اینا جدا جدا حساب میشه تو سیستم کامپیوتری ما. مثلا گشکار خودتون دارین؟ گچکار داریم ولی مثلا کارگر نداره. مثلا اگه بتونی به گچکار کمک کنی، بنایی هم کمک کنی، مثلا صبح 7 بلند شی تا ساعت مثلا 10 شب، تا مثلا 10 شب کار کنی، ماهی 4 تومن ما بهت میدیم محیط. یعنی روزی 100 و تقریبا روزی 40-50 تومن دیگه محیط. آره اونجوری که نمیشه. مثلا کارگر یه کار انجام میده دیگه همون یه حقوق میگیره دیگه. نه ما واسه هر کاری شما مثلا دستشویی هم میشی رو بهت پول میدیم. یا نگهبانی مثلا شما اگه یه موقعی مثلا بری خونه حاجی، خونه خودش هم تمیز بکنی، اونم باز بهت پول میده. مثلا یه روز جمعه میگه عصر بیا مثلا خونه من تمیز کنی، مثلا 200 تومن به 300 تومن 400 تومن ندوم بهت میده محیط. الان این یارویی که شما میگین که شماره ده گرفتم اینو من نمیشناسم. بابا من نوه اوسمتی ام، داش صدرضا. بابا صدرضا تو میدون فرسیابی. بابا مصطفی رو میشناسی؟ مصطفی عربی؟ مصطفی برو. مصطفی داداش مرتضایا. آره خودش دقیقا مصطفی داداش مرتضا. بعد یکی دیگه شم علیرضایا. علیرضا اسم باباشون هم مجیده. مجید شما؟ آره دیگه من مجیدم. ساختمانی که اومده بودین؟ آره چی؟ ساختمانی اونم اومده بودین نه؟ آره ساختمون اونجا هم اومده بودم آقا. عارف شمالی ساختمان داره. آره
همه جو ساختمان داره. اونجا من ادومون نگاهم بودم با مصطفی. مصطفی پس اونجا هم بوده رفت یا هنوز هست؟ آره مصطفی دیگه دو سه تا کار داشت سر اون کارش، دو سه ماه داشتم بود، بعد داشتم که من بودم ادومای. مصطفی پس رفت دیگه بالاخره. آره مصطفی داشتم رفت. مصطفی داشت شماست؟ آره شما این مجید هستین؟ وای من مجیدم بابا. چه مصطفی پس بگو کجاست؟ مصطفی شماره‌شو بهم بده بابا. یه ایران دنبال این مصطفی شما. مجید لولکشی شما؟ آره مجید لولکش. مجید لولکش مصطفی داداش من. مصطفی افغانستان رفت و خطش هم قطع شده، الان این خط من چیز کردم. خب ببینم مثلا کلا همین دو نفرین محیط و مصطفی؟ محیط مصطفی آره. خب بس الان بعد داداش افغانستانی کی برمیگرده چیز کابل؟ افغانستان دو سه ماه برمیگرد. شما این ساختمان حسین من میگم مصطفی برو بالاخره پر رفت افغانستان. آره من مجیدم دیگه. هی میگن مجید فلان. مجید لولکش. آره بابا مجید لولکش بالاخره همه جا. من همه چی هستم لولکش همه چی. چند وقت شب رفته با شما کار کرد. آره بابا دو سه شب پیش ما بود. خیلی اهل. بعد متا هم فکر کنم میزنه حاجی. تریاک نمیزنه مصطفی؟ بعضی موقع یک خورده همون اومده بود بابا. هی پیله کرده به ما میگو بیا حاجی بزنیم امشب فلان. مصطفی میگفت مصطفی برو. مصطفی من نمیخوام تریاک بزنم زشت این کارا. آزمایش میگیرن از همون فلان. دو شب رفته بودن خواهر بار میزد با شما. آره دیگه دو سه شب با رفتیم خاور بار زدی. پشت خاورم رفتیم حاجی. انقدر این فکر کنم نشه بازی زیاد میکنه نه؟ آره دیگه. آقا محیط جانم. خب پس من شماره‌تو دارم. اگر کار داشتم باز بهت زنگ میزنم باشه؟ باشه. خب الان ببینم این جواب من ندی. این کاره رو من اوکی کنم برات بیا یا نمیای؟ میخوام اون 1500 رو اوکی کنی. حالا من ببینم فعلا که من بگشم. این حسین که خیابان اول نیروهای کار میکرد نگاهم بود. ببین پس من بذار بهت زنگ میزنم. یهو تو اونجا میری اونجا رو کنسل میکنی سر یه وایس بگاه میری. خب آره فهمیدی چی شد؟ به مصطفی خیلی سلام برسون. علیکم. ناکرتم. آقا محیط جان. پس من بهت زنگ میزنم. اگه این کارا ردیف شد یه جا باید قرار میذارم ببینمت که بریم سر اون خیابون دادخوردی. باش. آره همون تو نیاوران خیابون دادخوردی دیگه. ساختمون بلنده. باش مجید. آره کاری نداری. شبت بخیر. قربان شما. خدا. بعد ببینم آقا محیط شما متأهلی یا مجردی؟ من مجردم. تنها زندگی میکنی؟ جان؟ تنها زندگی میکنی یا نه اونجا هستن کسایی که دیگه؟ تنها. خیلی خوب کاری نداری قربونت برم. من دیگه 1,500 منو قوم میگیرم. خب نه میدونم 1,500 اونجا میگیری. ما اینجا اگه برات ردیف کنیم شما 4-5 تومن میگیری دیگه. داداش مصطفی هم هستی. مصطفی یه عمره داره میره. بالاخره میگن رسیده. تو الان گفتی به من رسیده کابل. به من انگار پشمام ریخت حاجی. به قرآن خیلی خوشحال شدم به خدا. آره درست. این خیابان اول نیروهایی که حسین نگاهم بود. خب این لولکایش شما انجام دادین؟ نه حسین اون ابلیس. حسین ابلیس. خب حسین کوچه فتح‌اللهی بود. نه با من اون کار انجام ندادم. من مصطفی اونجا بود. اون دیگه رفت من نرفتم. مصطفی اونجا دیدیشون ساختمان نه؟ مصطفی بابا خارت. آقا من داره شارژم به گاه میره دیگه. من با شما دوباره تماس میگیرم. من به زنگ میزنم. باش. حالا بده هماهنگ میکنم مصطفی و همه مجید و حسین و همه رو. باش. کاری نداری قربونت. قربان شما. خدا. حاجی عجب کره‌ایه. یک عمر میشه مثل ستار باش وایس گرفت. شارژم هم تموم شد. تو دهنتون سرویس. خیلی چاکری مخلصی فتو برای اینم از افغانی. خیلی خوبه نسادن. من واقعا با وایسای ایستگاه افغانی جر میخورم. وسط کار دیگه داشتم پاره میشدم. یه سنه گوش بدید بفرستید واسه رفیقاتون. حاجی لند هستم.